مژگانخان مشریپووا مادری جوانی که پس از 8 سال خانه‌نشینی تصمیم گرفته است در جهان رقمی راه نوی زندگی خود را آغاز کند. 2 ماه پیش وی صحیفه شخصی خود را در شبکه‌های اجتماعی باز کرد و حالا آرزو دارد نه تنها شغل پیدا کند بلکه برای دیگر زنان نیز الهام بخش باشد. وقتی که من عروسی نو بودم من کار میکردم. در شهر دوشنبه ما زندگی میکردیم، کار میکردم. وقتی که الکه فرزند به دنیا آوردم من نه تنها برای کار فعالیت عموما برای کاری خانه هم وقت نداشتم و قوت نداشتم و لیکن همه میدونند که وظیفه اولین زن این زن بودن است، نوابسته از کار و فعالیت او. برای همین من خود را به فرزندان و به عائله‌ام به خدمت شوهرم بخشیدم. مژگانخان ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است ولی پس از مدت کار کردن با اختصاص سردوپداگوگ وی فهمید که خود را در ساحه رقمی بیشتر می‌بیند. برای او شبکه‌های اجتماعی نه تنها وسیله تبلیغات بلکه واسطه افاده ایجادکاری و پیشنهاد ایده‌های نو به جامعه اند. از بیان که از خردی من ایجادکاری را دوست می داشتم، مشغولیت دوست داشته من ایجاد کردن است. همچنین بین جمعیت یک چیزی نو را تهیه کردم، پیشکش کردن این خوبی من است. برای همین من به چنین اندیشه آمدم که بهتر است اگر کاری که می توانم و دوستش می دارم اجرا کنم. قهرمانی او در این راه نه تنها از آرزوهای شخصی وابسته است. شوهر مژگانخان روزنامه‌نگار کسبی فرزان مشریپوو نه تنها دستگیری روانی بلکه کمک‌های عملی نیز می‌رساند. من فکر میکنم که همسر، زن، مادر، دختر در حیات جمعیتی همراه شود این خوب است. برای چی؟ برای اینکه اگر او به جمعیت همراه شود رفتارش، گفتارش، کردارش عموما مناسبتش با انسان‌ها، با فرزند، با عائله دیگرگونه‌تر میشه. در شرایط تاجیکستان که بعضاً عادت‌های قدیمی هنوز هم نقش دارند، زنان به مانند مژگانخان نمونه قوت و اراده اند. حقوق برابری مردان و زنان که در قانون اساسی کشور ثبت شده است، باید در عمل تطبیق گردد تا جامعه استوار و دموکراسی رشد کند. زیرا برابری گندری قدم به سوی جامعه روشن‌تر می باشد.